سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم حدود فکر کنم 2-3 ساعتی میشه که مراسم معرفی سرویس ها و فیچرهای جدید اوپن ای تموم شده و یکی از چیزهایی که توی این مراسم معرفی شد ایجنت بیلدر، یک ابزار گرافیکی ساخت ایجنت هست که خب خودم دوست داشتم سریع باش کار بکنم و اینا. تو ساعت اولش، اون 1 ساعت اولش، چون خیلی حالا آدمو دوست داشتن سریع باش کار بکنن، به سختی باز میشد و کلی ارور میداد. الان که یه مقدار استیبل شده و میشه باش کار کرد، گفتم که خوبه زودتر یه ویدیو ضبط کنم و توضیح بدم دربارش و معرفیش کنم و ببینید که چطوریه. اول یه معرفی کلی انجام بدم، حالا اونایی که حالا زیاد با این مدل ابزارهای ایجنت بیلدر یا اتوماسیون آشنا نیستن. کلا حالا اونایی که با N8N کار کردن میدونن داستان چیه. دقیقا یک کپی مشابه از N8N، ولی خب چون تازه لانچ شده خیلی ساده تره، تعداد نودهایی که هست خیلی کمتره و خب امیدواریم که در آینده به صورت توسعه پیدا بکنه و هر چقدر رقابت جدی تر باشه قطعا هر دوشون پیشرفت میکنن. حالا خیلی ها میگن الان که انیتن قرار حذف بشه، ولی به نظر من چون کامیونیتی یا اون جامعه توسعه دهنده های بزرگی داره انیتن، اتفاقا به نظر من تو رقابت پیشرفته بهتر اتفاق میفته و خب اوپن ای آی هم قطعا مسیر متفاوتی رو طی میکنه. انیتن هم خب با توجه به اون ماهیتی که داره مسیر خودش رو میره. خب بگذاریم. یه تعریف کلی بخوام بکنم، شما با ابزاری مثل ایجنت بیلدر و هر ابزار مشابه دیگری میتونید بدون نیاز به دانش فنی زیاد، با کمترین نیاز به کد نویسی، بیاید برای خودتون یک اتوماسیونی بسازید، یک ایجنت یا دستیاری بسازید. مثلا به چه دردی میخوره؟ فرض کنید که میخواد یک کار روتینی هر روز انجام بشه. مثل چی؟ مثلا یک منبع خبری وجود داره، شما با توجه به شغلی که دارید، کاری که دارید، نیاز دارید که اخبار به صورت روزانه توی گوگل شیتی ثبت بشه. بعد اونایی که به درد شما میخوره فیلتر بشه، بعد شما مثلا ازش میخواد یک استفاده ای بکنید. این خیلی چیز ساده ای. یا شما میخواید مثلا یک چت باتی درست بکنید توی وبسایت خودتون بذارید، چت باتی که با هوش مصنوعی کار میکنه. یا میخواید یک کار رو یک بار که خیلی سنگین هست، وقت زیادی میگیره، به صورت هوش مصنوعی انجامش بدید. به عنوان مثال 5000 تا 10000 تا محصول دارید، باید وارد وبسایتی بشه، یه لیستی دارید از اسماشون، میتونید یک اتوماسیون بسازید، هوش مصنوعی کمک بکنه اینا رو دسته‌بندی بکنید، بعد وصلش بکنید به وبسایت مثلا وردپرسی خودتون و اون اتوماسیون دونه دونه بیاد این کارو بکنه. حالا مثلا اونایی که با انیتن کار کردن کامل آشنان که اصلا این چیه و چی کار میکنه. برای مثال من میام به شما یه فلو داخل N8N هم نشون میدم، اسکرینم رو ببینید. مثلا این یک اتوماسیونی است از تمپلیت های خود N8N هست که میاد روزی یک بار برای شما ایده های ویدیو جنریت میکنه. حالا این یه چیز پیچیده ایه و اینا رو منتشر میکنه توی شبکه‌های اجتماعیتون. میبینید همش نود بیس، شما فقط باید تنظیماتشون انجام بدید، بلد باشید که هر کدوم چه کار میکنه، چه جوری میتونن وصلش بکنن به بقیه و این کار رو انجام بدید. مثل یک اپلیکیشن برای شما کار میکنه و تقریبا هر کاری که بشه به صورت خودکار انجامش داد میشه به انیتن یا ابزارهای دیگه وصلش کرد و این کار انجام بده. حالا ایجنت بیلدری هم که الان میبینید و تازه معرفی شده، دقیقا همین کار رو قراره انجام بده برای ما. حالا تو این مراسمش که حالا ویدیو یوتیوبش هم هست اینجا، یه چیزایی رو نمایش داد که این چجوری میشه باش اپ های کوچکی ساخت که توی وبسایت خودمون یا اپلیکیشن خودمون استفاده بکنیم.
حالا من میخوام یه توضیح کلی بدم که اینجا ما چی داریم. من خودم حالا تازه 2 ساعته دارم باش کار میکنم. یه استارت داریم که خب تو انیتن ما این رو به عنوان یه تریگر داشتیم. هر اتوماسیونی باید با یه تریگر رو روشن بشه یا کار بکنه، که اینجا ما استارت رو داریم. بعد ببینیم که آره ورودی میتونه بگیره از اینکه یه سری ولیو میتونیم براش تعیین بکنیم. بعد نود ایجنت رو داریم که میشه همون نودی که هوش مصنوعی ما میشه، وصل میشه به مدل هوش مصنوعی اسمشه. میتونیم اینستراکشن بهش بدیم، یه پرامپت یوزر بهش بدیم. مثلا اینجا میتونیم بگیم که چیزی که از اینپوت میگیری توی چت، این میشه پرامپت یوزرت. بعد هیستوریشو میتونیم روشن خاموش کنیم. میتونیم هر مدلی که از اوپن ای هست رو انتخاب بکنیم، استدلالش در چه سطحی باشه، مدیوم باشه، های باشه، کمترین باشه. اینجا جالبه که شما میتونید به این هوش مصنوعی MCP سرور، بعد وکتورهای دیتابیس های وکتوری، وب سرچ، بعد فانکشن و چیزهای دیگه اضافه بکنید. حتی یه حالت کاستوم داره که هر ابزاری که قرار مثلا به صورت هوشمند استفاده بشه اونجا اضافه بکنید. فرمت خروجیش تکست باشه، جیسون باشه، ویجت باشه. حالا این ویجت باز خودش جالبه. شما میتونید اینجا یه سری ویجت بسازید برای خودتون و این ویجت رو یه جایی برای خودتون اد کنید. یه تعداد ویجت آماده هم داره، یعنی میتونه اون خروجی رو در قالب یک ویجت نمایش بده به شما. حالا بریم بقیه نوداش هم ببینیم. فایل سرچ که اینجا گذاشتم، میتونید یه وکتور دیتابیس بسازید که میزبانش میشه دوباره خود اوپن ای آی. MCP سرور رو داریم. MCP سرور که خودش گذاشته فعلا آماده، یا به صورت کاستوم اضافه بکنید بهش. یه دونه حالت شرطی گذاشته. شرطی چیه؟ مثلا حالا فعلا میخوام فقط ببینیمش. اگر این اتفاق افتاد، آره، خروجیش باید به چه شکلی باشه. ایف و الس براش میتونید بزنید. ببینید هنگ میکنه به خاطر اینکه حالا تازه معرفی شده و احتمالا تعداد خیلی زیادی یوزر دارن همزمان ازش استفاده میکنن. بذارید یه رفرش کنم، میبینید که آره ارور داد. فایل سرچ هم که گفتیم، نود انتهایی میتونیم براش تعریف کنیم. اتوماسیون باید در چه صورتی تموم بشه. بعد دوباره یه نود لاجیک داریم. وایل رو داریم که وایل، خب اونایی که برنامه نویسی آشنایی دارن میدونن چی کار میکنه. یعنی یک کاری رو باید انجام بده تا زمانی که یک شرطی اتفاق بیفته. بعد یوزر اپرووال رو داریم که این برای اینه که شما، حالا تو انیتن بهش میگفتن هیومن این د لوپ، یعنی وسطش باید یه تأییدی از طرف یک آدمی، یک ناظری انجام بشه. حالا اینجا اومده اسمش رو گذاشته یوزر اپرووال، که یعنی شما میاد یه پیامی رو دریافت میکنید، تاییدش میکنید که بقیه اتوماسیون انجام بشه. ترانسفورم رو داریم که اینجا اگه یه دیتایی وجود داره تو اتوماسیونه، با ترانسفورم ما میتونیم که تغییراتی رو اون دیتا اعمال بکنیم و تو بقیه مراحل ازش استفاده بکنیم. ست استیت هم داریم که برای چیه؟ یک سری مقادیری که میخوایم به عنوان تو کل فلومون ازش استفاده بکنیم. حالا توی انیتن هم جدیدن یک نودی اضافه شده بود تقریبا همین کارو میکرد. مثلا اگه یک وضعیتی بود، مثلا یک
محصولی مثلا موجودیش رو ما داریم توی یک نودی ثبت میکنیم، هی باید تو مراحل مختلف چک میشد، این رو اونجا ذخیرهش میکرد. حالا این مثالی هم که تو مراسمش نشون داده رو ببینیم، بذار از عقب تر بیام که ببینیم، سرعتش رو زیاد کنم. این اومد یه دونه ایجنت دسته‌بندی درست کرد، کلاسیفایر درست کرد، بعد یه شرطی براش گذاشت، اگر این شرط اتفاق بیفته بعدش به چیکار بکن، یه نود جدید، آره یه ایجنت هوش مصنوعی گذاشت، اینستراکشنش رو نوشت، وب سرچ هم براش روشن کرد که تو اینترنت جستجو بکنه، بعد دوباره یه ایجنت گذاشت برای حالت دوم اون شرطی که تعریف کرده، چت باکس رو روشن کرد. حالا میتونه با همون ایجنت شروع بکنه چت بکنه. حالا فرض بکنید که شما میتونید این رو به عنوان یک مشاور مثلا خرید تو وبسایتتون داشته باشید. قبل از این حتما باید میرفتید از سرویس های مخصوص این کار استفاده میکرد. حالا هر کسی میتونه بر خودش ایجنت بسازه و ازش استفاده بکنه و در انتها میبینید که یه ویجت براش طراحی کرد که بتونه همین رو تو وبسایت خودش اضافه بکنه. حالا امیدوارم که حالا در روزهای آینده تعداد نودا و امکاناتی که میده بیشتر بشه و یک مارکت پلیسی، یک کامیونیتی هم در کنارش شکل بگیره که آدما بتونن چیزایی که میسازن رو با هم دیگه شیر بکنن. حالا من فقط میخواستم این رو ببینیم با هم دیگه و یه مقدار باش بازی بکنیم، ببینیم چجوری قراره کار بکنه. حالا درنده شاید یک ویدیوی کاملتر هم درباره ضبط کردم که واقعا در عمل ببینیم چه استفاده میشه کرد. ولی در کل وقتی شما یک همچین ابزاری داشته باشید مشابه N8N، دیگه دستتون بازه، به راحتی میتونید انواع دستیارهای هوش مصنوعی، انواع ابزارهایی بسازید که کاراتون رو آسون تر بکنه. مثلا با N8N رنگ ترکر درست میکنن، مثلا خلاصه کننده اخبار درست میکنن، تولید ویدیو باش درست میکنن و هر چیزی که الان مخصوصا با هوش مصنوعی به درد ما میخوره. خب دیگه نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانیش بکنم، صرفا میخواستم که این ایجنت بیلدر رو ببینید، یه توضیح دربارش بدم. فعلا خدا نگهدار. ویدیوهای بعدی حالا سعی میکنیم دوباره بهش یه سری بزنیم و ببینیم که چطوری کار میکنه.